شما سعی کنید که دیشه چی یک بیابرویی را قرآن پیشکش میکنه. حالا آیا برادرای مسلمان ما امیر قبول میکنه که اسلام یک دین بیناموسه؟ با هیچ وجه نه. اگر دمی قرآن اگر نوشته می بود که 2 جمع 2 مساوی به 7، اینه متواضع 2 جمع 2 مساوی به 7. شما فکر میکنین که مردم مسلمان می آمد میگه فارسی هم یه غلطه؟ نه، حتما اینمی قاری صاحب و قاری صاحب اینا یک دلیل برش پیدا میکنن. به طور مثال رای آسانش چیست؟ رای آسانش چیست که بیادر تو عربی را نمیفهمی، عربی تو یک لسان بغرنج، نظر به ایست که چی رقم میخوانی. مثلا اگه بگوی 2 جمع 2 4 است، اگه بگوی 2 جمع 2 3 دفعه او گفتی، 4 جمع 3 7، 2 جمع 2 مساوی به 7 شد. بس طریق خواندی. حالا تو گفتم نمیتونی. نه، عربی تو یک لسان است. بیار نه یک سوره رقمش، خدا میگه بیار یک سوره رقمش. کدام سوره؟ کدام سوره از این جالب است که من یکی رقمش بیارم؟ الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین و نعبد و یک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین. ای خدای، کجا از این جالبه؟ کجا از این شعر بیدل که ما یکی رقم از این نتانیم؟ چرا نتانیم رقم از این؟ چی داره؟ کتق غلطی ها گپ زدن نمیتونیم؟ میتونیم. در واقع دین اسلام به حساب معیار امروزی ما شما بیناموزترین دین است که در دنیا موجوده. به خاطر که یک نفر زن خود در او جدیده به چشم خود محکمه میگه بیار 4 شاهد. 4 شاهد که نیست یک قسم بخوزن 4 دفعه برو دیگه در خانه دیگه هیچ کدام گپ نیست. و این مردکه باید بره که زن خود را از او خانه هیچ کار کردن نمیتونه. این که نفرات سنگسار میکنن و میزن، نه اونا اسلامی نیست و هیچ کدامش در قرآن نیست که هرگاه زنت دیدی با سنگسار، اون نیست در قرآن. در واقع سنگسار در قرآن عمل زشت فرعونی حساب شده، از اسلام نیست. این کسایی که میکنن اینا فرهنگ خود به نام دین انجام میتن و هیچ دین در او شامل نیست. در دین اگر که یک زن گیر میآید و 4 شاهد است، باز 6 رو میتونه در خانه قید کنه و در همی جریان محکمه میتونه 100 شلاق بزنه شه. اینمی دیگه کدام چیز دیگه نیسته. این کارهایی که بزنه بکشی فرهنگ افغانی ما شماست. ما شما فرهنگ خود کت دین یک جای کردیم، یک دین نو به وجود آوردیم، دینی که هیچ نمیفهمیم که کدامش دینه، کدامش افغانیت، کدامش بغیرتی است، کدامش لودگی است، کدامش شوشوری. یک رقم کشت قروتش جور کردیم ما شما. اینه کشت قروت اگر پس کنیم در خط قرآن بریم، در خط قرآن واسه در خط قرآن همین دین اسلام بسیار یک بیناموس دین است. از روی خط اگه نمیره یک کس، حال سکنی دوست ما میگه سکنی مولای سر مادرت به شکل مبتذل زیر پا میشوه و تو خوش هستی که دموکراسی است؟ میگه اگه مادر جانت به شکل مبتذل با یک مرد یک جایش تور دموکراسی میگی، منظورش است که در امریکا و اروپا یک زن میتونه که یک مرد خوشه، باز که یک مرد دیگه هم خوشه، یک داره. اما تو که یک مرد داره. شما در افغانستان دوبای میرفتین، در چیزی که فاحشه خانه بود یک سر میزدین؟ نه، مرد میتونست، زن نمیماندیم، زن تو در خانه بشی. اما در امریکا در اروپا زنا مثل مردا حقوق خود دارن. در امریکا و اروپا این بسیار عجیب نیست. زن و مرد زور یک جای نگاه نمیکنه. در افغانستان زور نگاه میکرد زن در دست مرد، هیچ خوش هم نبود، به حساب زور بیچاره میشیش. کل شو فکرش که مردای دیگه است، اما که این مرد میباشه. این حال در اینجا یک زن که شوهر خود عمیقاً رابطه می داشته باشه، به خاطر از اینکه مرد هیچ زور نداره در مقابل زن خود. صمیمیت و مهر و محبت است که هر دوش با هم یک جای نگاه میکنه. بنابراین مرد مجبور است که به زن خود احترام کنه، به حقش احترام کنه، دوست داشته باشه، صمیمیت داشته باشه، که زنش واقعا همراهش باشه. اینی راه
دوستی و محبت زن و مرد در امریکا و اروپاست. در افغانستان زور کارد، اما در زمان محمد صلی الله علیه و آله و سلم اگر محمد زن خود میدید چی میکرد؟ چنانچه دید. عایشه که صفوان بود یا مروان بود که از او دید، اما هیچ کدام کار نتانست بکنه. برای یک ماه محمد و علی و اینا در می کتاب سیرت رسول الله است که ایران بودن که چی کنن. مردم مدینه آواز انداخت ما عایشه دیشب که مروان تیر کرده بود یا که صفوان و تیر کرده بود. باز رسول الله حتی در می کتاب است که حضرت علی و رسول الله و یک زنک نوکر داشتن حبشی او رو میگیره، علی کتسیلی میزنه میگه بگو زن حبشی که عایشه چطور یک زنه؟ بازو میگه والله عایشه بسیار خوب دختره که یک روز هموش عجینک پیشش بود، ما گفتم توی عجینک فکرت باشه که بزا نخوره، چون که بزا یک جای زندگی میکن، بزا عجینک یا خمیر نخوره که من یک دفعه کدام چیز کار دارم رفتم آمدم ایده ساتری مصروف شده بود، عجینک بزا خورده بود، خمیر بز خورده بود. این دختره که خورد بود که حتی نمیفهمید که دم گودی بازی شده و خمیرشان بز خورده. گفت اگه نما قدر خرابی ما ازش دیم دیگه هیچ وقت ما ازش کار خرابه نه اشتکه که خورد. بعد از او باز محمد یک روز متششته یک دفعه مت یک حالت به خود نشان میده که گویا جبرئیل آمده عرقا باز یک رقم رنگش بپره باشی، باز جبرئیل آمده بود. ارا این عایشه بیایجه عایشه جبرئیل آمده بود، خداوند آوال داد که تو زن پاک سی کار نکدی بیا که بغلت کنم. باز آواز انداخت که این زن پاکه. باز بعد از او آیت آمد که به زنان پاک دامن اگر کس تهمت زنا بزنه 80 تا زیانه باید بخوره، باید 4 شاهد داشته باشه. حالا اصلا شهادت در اسلام دو نفر است، اما در این مسئله چون 3 نفر بود، خوار زینب بود و چی بود حسان شاعر بود، یک کس دیگه که از حضرت ابوبکر بردش بود، 3 نفر. محمد او شوری کرد گفت 4 آیت بیاید، 4 شاهد باید باشه، اگر نیست 4 تا شاهد اینا را باید بزنین. باز عوض که نفرهای اصلی را بزنن اینا غریب بودن بیچاره، اینا را انداخت 80 تازیانه زد که خدا گفته یا تهمت کردن. یک را جور میکرد محمد همیشه. بنان عایشه که پاک کشید 3 نفر 80 تازیانه زد. اصل گپ مردم مدینه زده بود، اونا را هیچ چیز کردن نمیتونست، زور داشتن. بنان امو قصاب چیز نتانست ترکاری فروش زد. اینال از اون خاطره که ما در قرآن داریم که 4 شاهد و ایده هیچ کس از خود سوال نمیکنه که در تمام چیزا 2 شاهد است، چرا در این مسئله 4 شاهده؟ به خاطر زن محمد اونجا 3 شاهد بود، در او خب محمد بدنام میشد. گفت 4 تا، اگر 4 تا می بود یک آیت می آمد که ارا این اگر 5 تا شاهد نیست، اگر 5 می بود ارا این 6 تا شاهد نیست. برای محمد بسیار آسان بود، فوراً یک آیت 2 آیت 10 آیت تیز کدم تو برات منداخته، مثل یگانه که تپی میگه در پشتو 2 بیتی که مندازه رسول الله آیت هم تو منداخت. این حال از روی ازی هموطن گرامی تو خوب باید بسنجی که دین اسلام یک دین است که در این ناموسداری وجود نداره. تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ میسپارم.